سلام بازم خوش آمدین به ولاگ دیگه با من. امروز من خواستم از بسته‌بندی فرمایشات مشتری ویدیو بگیرم و اینجا من بافتی فرمایشات خلاص کرده بودم و میخواستم بسته‌بندیشان کنم و اینجا من و تارای اضافه که مانده بود ما باره قیچی دادم و همچنان بمبای لایتر سوزاندم تا که او دوباره باز نشه. و این هم یک بلوز نیمه بود که برام فرمایش دادن، رنگ زنگلی و سفید. برای تقریبا مدت 3 روز 3 یا 3.5 روز در بر گرفتم من این را آماده بسازم و خیلی یک رنگ مقبول داشت و بیشتر از مشتری این رنگ پسند می‌کردند. دوستای عزیز، این هم از فرمایش دومشان که یک کراب بود به رنگ زنگلی و بندهای سفید و همچنان گلای سفید و صورت دیگه کار شده بود. همچنان این تقریبا به مدت 2 روز یا 2.5 روز در بر گرفت که من این را کاملا آماده بسازم و یک دیزاین کاملا جدید و خاص بود که من این بار آماده ساختم. و بعد از او آردر سیومشان هم بود، یک بیگ که این بیگ به رنگ کریمی بود و همچنان گلای صورتی کار شده بود. من ایرم به مدت 2 روز در بر گرفت که من این خلاص کردم و همچنان میبینید در جریان عزیز که من گلهایی را زیر نصب میکنم. و این هم از فرمایش مشتری دوم ما است که یک بلوز به رنگ یاسمندی فرمایش دادن که بافت از این به مدت تقریبا 2 روز در بر گرفت تا من این را بافتم. و همچنان آن از دوستایی که میخواین لباس های خاص و مد روز دست بافت داشته باشن میتونن در صفحه اینستاگرام ما مسیج کنن و ثبت سفارش کنن تا ما برشان بهترین لباس های دست بافت آماده بسازیم. و این هم بود ولاگ امروز ما. خداگانه ولاگ ما خوشتان آمده باشه و تا آخر بیننده باشین. دوستان دارم، خدافظ.